мешава оиламон обод бар оилики ҳамёкатӣ. روغنش زیادتره، بعد کلون صفت می شود. چهارمغز در تاجیکستان نه تنها خودروی در حولی و دشت می‌روید، آن را دهقانان هدفمندانه در پلانتاسی‌های بزرگ نیز پرورش می‌کنند و جمع‌آوری این میوه نیز الکی شروع شده است. درباره جزئیات پرورش در حجم‌های کلان و بازاری آن در گزارش ما ببینید. شریک رسمی ما گروه شرکت‌های نکسیگال است که در سایه کشاورزی فعالیت می‌کند. همگان در تاجیکستان چهارمغز را همچون یک چیز معمولی و خودروی تصور میکنند که قریب در سراسر کشور میروید، ولی پرورش این میوه سرغذا الکی یک سمت الهیده کشاورزی شده است. این یکی از بزرگترین باغ چهارمغز در شهر ترسونزاده است. اولین نهالها را اینجا 5 سال پیش شناختند. حاضر در 30 هکتار قریب 8000 درخت چهارمغز نوع آمریکایی چندلر 8A حاصل میدهد و این اولین حاصل آنهاست. چهارمغز در تاجیکستان باغ کلون ندارد. هم این چهارمغز امریکانسکی چندلر میگه، بسیار یوروپا دا مشهور شده رفتگی، همین آورده همینجا کوردیم. این روغنش زیادتره، بعد کلون صفت میشود. پوچوقش یوبقه باریک می شود و دست یک دستکته شکسته گرفته خورده می شود. این با قیمت تره بزرگ بایم نسبت قیمت های. چهارمغز نوع چندلر 8A از دیگر چهارمغزهای محلی با حجم، طعم فرق کننده و روغن نوکی زیاد فرق می کند. تقریبا 60% این چهارمغز را روغن تشکیل می دهد. همچنین در قیاس به دیگران این چهارمغز می تواند مهلت زیاد تر و تازه بماند. در بازار نیز طلبگارانی زیاد دارد. نگاه و بینش نه آنقدر نازک است. باغ با اصول قطرگی آبیاری می شود. شما دهقان یا کی صاحب خوجگی دهقانی هستید؟ پس مرحمت با حاصل نقطه تیجی، اولین اینترنت مغازه کشاورزی در تاجیکستان. اکنون برای خرید تخم نوری ها، واسطه های حفظی رستنی و دیگر موادهای لازمه به مرکزی ناحیه و یا به دیگر منطقه کشور سفر کردن ضرور نیست. موادهای فرمایش شده از حاصل نقطه تیجی تا به منزل شما رسانیده می شود. جستجوی خود را یابید، مقایسه کنید و با یک پخش بهترینش را انتخاب کنید. حاصل را کارمندان از حساب زنهای ده دستچین می کنند. روزانه بیش از 50 سامانه دستمزد می گیرند. دامو اینا میچه آمده باغ کشودن، بعد هوا فایرات کردن بیه کدومی که کار میکنن اینا باغی کلان کار کنن گفته. بعد و یکتا آدما بسیار شده اینم کس کار کسیم. اولش که بچه ها کار میکردن، بعد که کارشون که آسان شد ما کار برآمدیم. ما در اویلوی در همچه کار میکنیم. شوهرم، اوسونم، خسینم در یک اویله 4 نفر در همچه کار میکنیم. در همچه کار کسیم میشه و اویلمون آباد بر اویلی همیوکتی کار کسیم. روزگارمون آباد. امسال که اولین چینک است تقریبا 20 تانه چهارمغز خوش‌صفت جمع آوری کردند. پس از به سطح کامل رسیدن باغ حاصل نوکیش باید 10 برابر بیافزاید. 1 کیلوگرم چهارمغز در بازار میانه تا 30 سامانه ارزش دارد. حاصل جمع آورده را به کارخانه انتقال می دهند. اینجا طریق دستگاه های مخصوص آن را از پوچاقش تازه کرده به زیر آفتاب می ریزند. بعد خشک شدن به خلطه ها گرفته به انبار می برند. خریداران اساسی این چهارمغز ها کارخانه های قنادی است. چهارمغز در تاجیکستان اساساً در وادی‌های حصار، زرافشان و برخی از قسمت‌های بدخشان و ختلان پرورش کرده می‌شود. این میوه را تقریباً در دسترخوان تمام مردم تاجیک دیدن ممکن است. اساساً در کشور سودای چهارمغز این عید و جشن‌ها و معرکه‌های خانوادگی است.